سوال دیگر در مسئله مشکل کشا یا آب قیترمه روشنی می انداختید آیا درست است میگویند و آب سوره قرآن صف کرده می شود چی میگوید؟ درباره مشکل کشا ما صحبت کرده بودیم که این یکی از کارهایی هست که بدعت محض و حتی شرک است. وقتی که مشکل کشا را به خاطر مشکلی هایتان کشاده شدن که گویا که یک بیبیه بوده است یا یک پیرمرد بوده است و این گونه مشکل کشا کرده است و شما هم به او پیروی میکنید، یگان دلیل ندارد این چیز. مشکلی ها را پروردگار میکشاید و برای کشاده شدن مشکلی ها چقدر میتوانید باید نماز نافله خوانید و استعینوا بالصبر و الصلاه میگوید الله. چقدر میتوانید استغفار کنید و قلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم باموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا میگوید الله. یعنی در قرآن از زبان پیامبرش که چقدر استغفار را زیاد کردید، پروردگار مال و اموال شما را زیاده میکند. می توانید صدقه کنید، صدقه بلاها را دور میکند. صدقه بلاهایی که بالای سر انسان می آید آن را دور میکند. دعا حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن چیزی اگر تقدیر را دیگر کرده تواند این چی هست؟ این دعا هست. اما مخصوص همون خوراکی که روز چهارشنبه میدهند و این گویا برای مشکل کشا هست یگان اساس و دلیل ندارد. اما برای آب صف کرده دادن، یعنی به آب صف کرده بعد آن را نوشیدن، درباره‌اش آثار صحابه هست. انشالله باکی ندارد. دعا خوانده به آب صف کرده خوردید، نوشیدید یا به بالای بیمار چاشیدید، انشالله باکی ندارد. اما دعا خوان هم باید یک نفری خدا ترس تقوادار باشد. یعنی هر کس دعا خواندنی هر کس را اونجا شفا می شود نگوید. در دعا خواندن انسان دعا خواندن می خوانده تا چه اندازه اهل تقوا هست، اهل علم است، این خیلی مهم است. سوال دیگر، من در روسیه همچون دوزنده کار میکنم. لباس های روسی میدوزم، کشاد، تنگ، کوتاه، چگونه که روز زنها میپوشند. آیا کار کردن من ممکن است یا گناه است؟ انشاءالله وقتی که شما لباس های عادی میدوزید، لباس هایی که همه مردم از آن میپوشند، باکی ندارد. اما اینجا بعضی لباس های هست که مخصوص لباس گناه هست، مخصوص آن را فقط برای گناه میپوشند و بعد انا در اینجا کار نکنید. اما عادی مثلا شلوار میدوزید و کرته میدوزید و از این چیزها انشاءالله باکی ندارد. ولیکن اگر تقوا کردید و گفتید من از آن یوبکه های کوتاهکش را نمیدوزم، مثلا من چیزهای عادی مردانه میدوزم، باز بهترین میشد.